سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان. دوستان، در مورد مهارت‌های زندگی میخوام صحبت کنم. از 1970 به بعد بیش از 50 سال سازمان جهانی بهداشت یعنی WHO یک بسته رو طراحی کرده و آموزش اون رو برای تمامی انسان‌ها الزام آور معرفی کرده به اسم برنامه مهارت‌های زندگی که هدفش کمک به انسان‌ها برای افزایش سازگاری هستش. مهارت‌هایی که میخوام امروز بگم متمرکز بر شخصی که دو تا هستن، یکی خودآگاهی و اعتماد به نفس. البته در مورد خودآگاهی صحبت میکنیم و ممکنه که ادامه دارم باشه چون با این چند لحظه نمیشه خیلی در موردش صحبت کرد. ما باید اول خودآگاهی رو توصیف کنیم، یعنی باید بشکافیم تا عینی‌تر اون رو درکش کنیم. خودآگاهی برای این توصیفش از 4 اصل کمک میگیریم. اصل اول میگه که هر انسانی دارای یک بودن هستش، یعنی من هستم، از زمان لقاح این بودن من شروع میشه و تا وقتی که نفس میکشم این بودن من هست و با مرگ من این بودن من هم طبیعتا تموم میشه، از بین میره. اصل دوم کیفیت هر انسانی منحصر به فرده، یعنی که مربوط به خودشه، یعنی دوتا آدم شبیه همدیگه نیستن. منحصر بودن به این معنی که یکی در ژنوتایپ های تفاوت در ژنوتایپ های فرده، اینکه خب ژنتیک ساختار ژنتیکش چجوریه، یکی هم در مورد تجربه های محیطی متفاوتی که فرد داره و اونها میتونه فرد رو منحصر به فرد کنه.